در پایتخت آذربایجان شهر باکو ماموران پلیس گروه از تظاهرگران را با زور پراکنده و قسم دیگر را بازداشت کردند. این تظاهرگران از حکم دادگاه نسبت به 8 جوان مخالف دولت به خشم آمدند که آنها را از 6 تا به 8 سال زندان محکوم کردند. دادگاه باکو این جوانان فعال مخالف دولت را به بی‌ترتیبی‌های عمومی و نگهداری غیر قانونی اسلحه و مواد مخدر گناهکار دانست. آنها را سال 2013 بعد از یک تظاهرات ضد حکومتی دستگیر کردند. در جنوب قزاقستان در نزدیکی شهر چیمکنت یک قطار بارکش حامل مواد کیمیایی زهرآگین از راهش خارج و سرنگون شد. با گفته مقامات کسی آسیب ندیده است، اما محل صدمه به اکسید سولفور، یک ماده کیمیایی زهرآگین آلوده شده است. حدود 240 نفر را برای پاکسازی این آلودگی ها سفربر کردند. در اوکراین مقامات رسمی، مردم شناسان و آهنگسازان تلاش دارند تا ترانه‌های مردمی کازاک‌های بومی و میراث فرهنگی یونسکو، مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل وارد کرده شوند. از جمله در یک مراسم در شهر دنیپروپتروفسک آنها ترانه‌های مردمی کازاک‌ها را نمایش دادند که این ترانه‌ها به تدریج از یاد مردم می‌روند. در قرقیزستان 3 دانشجوی دانشگاه کاتالانی اسپانیا با طی کردن مسافه 8,500 کیلومتر با دوچرخه به بیشکک رسیدند و از حساب کمک خیریه و شفاخانه شهر یک ماشین یاری فوری طبی کمک کردند. این طرح دانشجویان سال آخر دانشگاه کاتالانیا را برنامه خنده کودکان در قرقیزستان که یونیسف اجرا می‌کند دستگیری کرده. برای این کار خیر جوانان اسپانیایی در ظرف 25 روز از شهر بارسلونا و از طریق کشورهای اروپایی، روسیه و قزاقستان به بیشکک رسیدند. از این روز در کشور ما در حال تجلیل می‌شود. در افغانستان وزارت صحت عامه و یا تندرستی روز بین المللی مامادایه ها را تجلیل کرد و وعده داد که تعداد مامادایه ها را در کشور زیاد می‌کند. نبود شماره کافی دایه ها در این کشور همسایه یک سبب زیاد بودن مرگ و میر کودکان است. ثریا دلیل وزیر صحت عامه افغانستان گفت حالا در کشور 3500 مامادایه کار می‌کنند و حکومت سعی دارد تا چند سال آینده تعداد آنها را 2 برابر زیاد کند. در گرجستان سازمان سرب سرخ با تشویق مردم به گل نهال شنانی همچنین در بین آنها ورقه ها درباره تغییر اقلیم پهن کرد. هدف از این چاره‌بینی حفظ باغ و گلگشت‌های شهر تفلیس و همچنین دعوت مردم به پاک نگه داشتن محیط زیستی شهر بوده است.